بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همگران عزیز و مسلمانان کل جهان، برای همگان معلوم است که برادرمان یعنی حبیب نورمگomedov مسابقه دارد و همچنانه که برای همگان معلوم است الله سبحانه و تعالی در سوره حجرات می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. مؤمن ها همه برادر هستند و همچنانه که پیغمبر علیه السلام در حدیث صحیح بخاری می فرماید که المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. مسلمان برای مؤمن یعنی برای مؤمن مثل 4 دیوار است که یکدیگر را محکم میکند. ما هم مسلمان ها الحمدلله یکدیگر را دوست داشته و در حق یکدیگر دعا میکنیم و طبق فرموده جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم الدعاء هو العباده، دعا مثل نماز عبادت است. یعنی در دیگر حدیث پیغمبر علیه السلام میگوید که دعا از قفای برادر حتما اجابت می شود. ما الحمدلله اخلاص یعنی از پروردگار متعال همچون بنده و همچون برادر حبیب دعا میکنیم که خداوند برادرمان حبیب در این مسابقه غالب بگرداند و او رقیب شد، پروردگارا مغلوب و ناکام بگرداند و همیشه پروردگار چمپیون های یعنی مسلمان ها را در بالای رقیبشان غالب بگرداند و آبرو دهد. و ما امیدواریم که ان شاء الله حبیب برادر ما در این مسابقه هم غالب شده چمپیون جهان میگردد و آبروی اسلام را در کره زمین الحمدلله باز یعنی چکار میکند، آوازش زیادتر میگرداند. خداوندا پروردگار برادر ما حبیب را قوت عطا کن که رقیبش را یعنی مغلوب بگرداند و خودش را غالب بگرداند و آبروش همیشه حفظ گرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.